بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. یکی از سنت های مهجوره و متروکی که متاسفانه بسیاری از ما فراموش کردیم این هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم معمولا نمازهای سنت را همیشه در منزل می‌خواندند، چه نمازهای سنت قبلیه رو یا بعدیه رو. و نه تنها این که خودشون این کار رو انجام میدادند، بلکه به ما هم توصیه کردند که این کار رو انجام بدهیم. بخشی از عباداتمون رو اختصاص بدیم به منزلهایمون، در داخل منزل نماز بخونیم. زید بن ثابت رضی الله تعالی عنه میگوید که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: افضل صلاة المرء فی بیته الا المکتوبه. بهترین نماز انسان، با فضیلت ترین و برترین نمازی که انسان میخواند آن نمازی هست که در منزل میخواند، به استثنای نماز فرض. یعنی این که نماز فرض رو انسان باید با جماعت بخواند و محل جماعت هم مسجد هست، همان گونه که عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمودند که نماز جماعت را در جایی بخوانید که برای نماز جماعت ندا داده می شود، اما نمازهای سنت را در منزل بخوانید. اگر در مسجد خواندید اشکالی ندارد، اما اگر همین نماز سنتی را که شما در مسجد می خوانید همین نماز را در منزلتان بخوانید ثواب بیشتری را دارد. حدیث صحیح بخاری هست: فإن افضل صلاة الرجل فی بیته الا المکتوبه. برترین نماز انسان نمازی هست که در منزل میخواند، به استثنای نماز فرض. نماز فرض در مسجد ثواب بیشتری را دارد و با جماعت 25 درجه یا 27 درجه بیشتر از نمازی ثواب دارد که ما در منزل میخونیم یا در محل کار میخونیم. اما نماز نفلی که در منزل خوانده می شود ثوابش از نفلی که در مسجد خوانده می شود بیشتر هست. پس بنابراین بیاییم و نمازهای خودمان رو تقسیم بکنیم. نماز فرض در مسجد و با جماعت خونده بشود و نماز سنت و نماز نفل و نماز شب و تهجد را در داخل منزل خودمان انشاءالله بخوانیم که این سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم هست و این سبب می شود که ثواب عبادت ما هم انشاءالله بیشتر بشود. و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.